هر کی این کارو میکنه. ببینید الان می‌بینید خیلی از مردم و معیشت اولین و فوری‌ترین دلیل اعتراضه. خب اینو باید بررسی بشه، خیلی چیز مهمیه. اما سال 1402 تا به امروز نارضایتی‌های مزمن، تورم، ناامیدی، فرسایش روانی جامعه چیزهای خیلی مهمی هستند. یعنی واقعا فرسایش روانی جامعه شاید مثلا در طول 50-60 سال به وجود میاد. یعنی اینکه مثلا اینجوری نیست که با یه قرص یه دارویی بتونید شما این موضوع رو حل بکنید. فرسایش روانی به این راحتی ها تجدید نخواهد شد. اعتراضهای مقطعی تر اما ریشه دارتر، کاهش شوک، افزایش خستگی اجتماعی. چرا بعضی اعتراضها گسترده میشوند؟ من الان میخوام عرض کنم الان امروز فکر کنم 19 باشه و 12مین روزیه که حالا فراخوانی که دادن برای اعتراضات هست. چرا بعضی اعتراضات گسترده میشن؟ مشکل فراگیر، همه درگیر هستن مثل گرانی. شما الان اقلام رو نگاه بکنید، واقعا بعضی اقلام فوق العاده گرون شدن. قیمت گوشت، مرغ و کالاهای دیگه که حالا من خدمتتون عرض کنم که به تفکیک دیگه نام نمیبرم، مثلا ماکارونی، سویا، سس، مواد خوراکی. خب جرقه احساسی، حادثه یا تصمیم ناگهانی، نبود راه بیان قانونی مؤثر. خب کسی صدای مردم رو نمیشنوه. خدمتتون عرض کنم که فکر کنم خودتونم چندی با تو اینستاگرام یا حالا واتساپ یا جای دیگه خودتون ملاحظه کردید که اومدن گفتن که آقا اختشاش، اونا اختشاشگرن، اینا معترضن. خب بازاریا رو معترض قلمداد کردن و مردمی که در واقع ریختن تو خیابون به اونا میگن اختشاشگر. خب این باعث دو دستگی میشه، این باعث خشم بیشتر میشه، همزمانی فشار اقتصادی و اجتماعی. چرا بعضی زود فروکش میکنن؟ نداشتن رهبری یا مطالبه مشخص، خستگی و هزینه‌های بالا، پاسخ‌های مقطعی یا امنیتی. خب جامعه به نقطه‌ای رسیده که تحمل پایین آمده، امید کم شده و فاصله مردم با تصمیم گیران زیاد شده. خب حالا ما خدمت شما عرض کنم این مطالب رو هم توضیح دادیم. خدمتتون عرض کنم که البته من دارم درباره موضوعات روز صحبت میکنم، درباره موضوعات اقتصادی امروز صحبت میکنم، ولی اینو من خدمت دوستان عرض بکنم که من میخوام، البته خیلی تو فکرم بوده، من میخوام به یک موضوع ریشه دارتر، یعنی هنوز شما حساب کنید جنگ اوکراین، یعنی زمانی که جنگ اوکراین و روسیه بوده و روسیه درگیر بوده با جنگ اوکراین و اصلا قرار نبوده که مثلا گروه حماس به اسرائیل حمله کنه. من احساس میکنم که باید ریشه در واقع درگیری ها و اختلافاتی که بوده از اونجا بررسی بشه که من حالا لایومو بعد چند دقیقه قطع خواهم کرد
الان ساعت 12:45 است. لایو رو قطع میکنم. بعدا مطالبم رو که گفتم لایو رو قطع میکنم، اینو سیو میکنم میذارم داخل همین یوتیوب، ولی لایو بعدی رو به صورت 100%، حالا نمیدونم امشب یا حالا فردا، ولی امشب برگزار میکنم که حالا کسی تو لایو هم نیست واقعیتش، ولی حالا براتون. خب خب حالا ببینیم مردم چه میخوان و برای چه به خیابان آمدن. خب یک معیشت و اقتصاد، گرانی کالاهای اساسی همونجوری که من گفتم، نان، گوشت، لبنیات، سوخت، حقوق و دستمزد پایین، تأخیر در پرداختها، افزایش شدید اجاره مسکن. پیام مردم: ما فقط میخواهیم زندگی کنیم، فشار اقتصادی ما رو خسته کرده است. عدالت و فساد مالی، راند و تبعیض. من یه چیزی خدمتتون عرض بکنم. تو بحث بانک سرمایه که دست اون روحانی بودش، حالا اسمشو من نمیدونم، ولی خب درباره اونم یه برنامه مجزا خواهم ساخت. من اینو شنیدم که ایشون در واقع پول زیاد چاپ کرد. خب تو این اوضاع اقتصادی چرا بهشون اجازه دادن که ایشون این کار رو انجام بدن؟ یا حالا خدمت شما عرض کنم بانک آینده که مال آقای علی انصاری بوده و فسادهایی که تو اون وجود داشته و کارهایی که انجام داده، اینم یک بخش از اون قضیه است که حالا نمونه خیلی شاید مثلا بگیم که تو بخش، حالا این همه نمونه که داریم اینم بخشی از اون مطالب هستش. خب احساس این که برخی قانون را دور میزنن و مردم عادی را باید هزینه بدن. پیام مردم: چرا قانون برای همه یکسان اجرا نمی شود؟ آزادی‌های فردی و اجتماعی، محدودیت پوشش‌های رفت آمد، سبک زندگی، محدودیت‌های بیان و فعالیت‌های فرهنگی. همینطور که حالا تو این بحث آزادی‌های فردی و اجتماعی یک موضوع اساسی که این وجود داره که مثلا ببین مردم الان آگاه شدن، یعنی اینجوری نیست که الان کلی شبکه اجتماعی ما داریم، اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، یوتیوب، لینکدین. شما حساب کنید فلان، خدمت رو عرض کنم که سردار سپاه، فلان نماینده مجلس، فلان وزیر، فلان شخص که حالا مثلا خودش اینجا میاد درباره مسائل مثلا حجاب و این چیزا صحبت میکنه، ولی فرزندانش تو اونور مملکت دارن به صورت آزادانه زندگی میکنن. میدونی چی میگم؟ یعنی این یه جور اصلا فکر نشده دارن صحبت میکنن. مردم دیگه آگاه شدن، دیگه اون مردم سابق نیستن دیگه. شما درباره دهه 70 یا 60 صحبت نمی‌کنید. اینو باید حکمرانان باید این موضوع رو بدونن. اگر ندونن خدمت رو عرض کنم که مملکت به آشوب کشیده خواهد شد. مملکت تو همین جایی هم که الان هستیم در واقع به آشوب کشیده شده. اعتراضاتی که هستش به این راحتی خاموش نخواهد شد. من الان توی اسلاید قبلی، تو استیشن قبلی این موضوع رو عرض کردم. من اومدم خدمت و قیامایی که بوده، اعتراضاتی که بوده همه رو جدا کردم. البته من هیچ وقت واژه اغتشاش استفاده نخواهم کرد، چون من به جد معتقدم که این دیگه اعتراض اغتشاش نیست، این اعتراض واقعی مردم و به حقه، چون منم دارم احساس میکنم این موضوع رو، به خاطر همین اومدم لایو گذاشتم. خدمت رو عرض کنم که سرکوب صدای منتقدان. چرا شما مثلا آقا ما اومدیم مثلا فلان شخص اومده اعتراضی کرده، شما بلافاصله صداشو خفه میکنید، اونو از در واقع موقعیتایی که داره محروم میکنید، زندان میندازید و تبعیدش میکنید. خب پیام مردم: ما حق داریم انتخاب کنیم و زندگی کنیم. یک جمله خیلی ساده است، یک جمله واقعا ساده و عمیق معنادار. احساس بی‌تأثیری در سیاست، نبود کانال‌های واقعی برای دخالت در تصمیم گیری. یعنی مردم نماینده انتخاب میکنن، این نماینده میره تو مجلس هیچ کاری نمیکنه، هیچ عملکردی نداره، اصلا معلوم نیست داره چی کار میکنه، واقعا جامعه رو مثلا اصلا فکر نمیکنه.
نمیاد توی شهر خودش، تو استان خودش بررسی کنه آقا چه مشکلاتی وجود داره. ناکارآمدی برخی نهادهای و وعده‌های شکسته شده. پیام مردم، صدای ما شنیده نمی‌شود. حق دارن، واقعا ملت حق دارن. حالا اون بحث جنبندی، من باز این جمله رو دوباره تکرار میکنم، میگه میخواهیم زندگی بکنیم با عدالت، با آزادی و صدای ما شنیده شود. خب این تا اینجا من اومدم فرمندی کردم. البته عذرخواهی میکنم اگه بعضی جا توپق میزنم، من عذرخواهی میکنم از دوستان، حالا دوستانی که بعداً لایو منو خواهند دید، اینو من سیو خواهم کرد. خب اما بریم به سراغ نسل جوان و نگاه متفاوتش به اعتراضات. نسل جوان و شبکه‌های اجتماعی. من درباره شبکه‌های اجتماعی گفتم خدمتتون، ما تو دهه 60 و 70 و 80 زندگی نمی‌کنیم. جهان تغییر کرده. اینو باید حکمرانان بفهمن، درک کنن، متوجه باشن. اگر به این موضوع نرسن، به این مطلب نرسن، هیچ وقت نمیتونن. یعنی اگه فکرشون این باشه که مثلا دارم صدای مردم رو با اسلحه، با زور، ببین دیگه چیزی به نام زور جوابگو نیست. خب بیشتر جوانان به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارن. حالا من یه موضوع رو خدمتتون عرض کنم، دولت یا حالا نظام، من هنوز از واژه رژیم استفاده نمی‌کنم. دولت و نظام تا یه اتفاقی میفته خدمتتون عرض کنم که بلافاصله چه حرکتی انجام، چه عکس العملی انجام میده، بلافاصله عکس العملی که انجام میده اینترنت رو قطع میکنه. خب بیشتر جوانان به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارن. اخبار، مستندات و تجربه‌های دیگر کشورها رو میبندن و مقایسه میکنن. حس میکنن دنیا جای بهتری میتواند باشد و نمیخواهند با محدودیت‌ها بسازن. بله، وقتی یه جوانی مثلا دارم بهت میگم، یه شخصی که تو چین زندگی میکنه، تو ژاپن زندگی، تو کره زندگی میکنه، میاد مقایسه میکنه چرا فلان شخص باید فلان ماشین سوار شه، چرا فلان شخص باید فلان زندگی رو داشته باشه. اینا بحث میاد که خب جوان میدونه این سوالا وقتی پشت سر هم مطرح میشه، انباشته میشه، میرسه به این نقطه‌ای که الان هستیم. جامعه ما، یه چیزی من خدمتتون عرض کنم، واقعا درباره جامعه‌ای که صحبت میکنی، هر قسمتی رو شما بررسی مطالعه میکنی داره یه چالش بزرگیه. واقعا تو ورزش، تو اقتصاد، تو سیاست، تو فرهنگ، تو شهرنشینی، تو روستانشینی، تو پزشکی، نمیدونم، تو همه مسائل مشکلات وجود داره. واقعا تو بحث آب، گاز، برق، چرا مدیریت وجود نداره؟ چرا کشوری که 1,648,195 کیلومتر مساحتشه، کشوری که از لحاظ لوجستیکی، اصلا کاری به نفت ندارم، شما درآمد لوجستیک این کشور رو من میتونم به جرئت بگم که از کل اروپا بالاتره. کشوری که بین آسیا و اروپاست، کشوری که از شمال، حالا دریای خزر داریم، به روسیه، از جنوب به این کشورهای عربی کوچیک واقعا هیچی ندارن، فقط نفت دارن. چجوری اونا مدیریت کردن که شما نمیتونید؟ شما به این نقطه نرسیدید. واقعا سواله. این سوال من نمیدونم چرا خودتون نمیپرسید، چرا نمیاد سرمایه گذاری کنید. بعد خدمت شما کنم، خب اعتراضات سریعتر سازماندهی میشوند و پیام‌های فوری پخش میشود. خواسته‌های فراتر از معیشت. خب الان خواسته از واقعا معیشت فراتر رفته. نسل جوان فقط پول و شغل نمیخواد، بلکه هویت، آزادی، امنیت روانی و عدالت اجتماعی میخواد. ببینید شما الان نیاز اولیه، نظام نتونسته نیاز اولیه جوان رو، در واقع کشور رو تامین بکنه. حالا جوان پا رو فراتر گذاشته، جوان دهه 80 90 یا همون زدی که میگن، خدمت شما عرض کنم که باید برای این موضوع من یه مطلب بسازم، پا رو فراتر گذاشته، داره میرسه به یه نقطه دیگه. خب اگر فکر نظام اینه که اینا رو بکشید، به هیچ چیزی نخواهید رسید.
در واقع من دارم باز این موضوع، در واقع شما حمام خون به راه میندازید. آخه کدوم کشوری، کدوم جامعه‌ای میاد جوانهای خودشو بکشه، زندانی بکنه؟ خب برایشان محدودیت‌های اجتماعی، نابرابری‌های جنسیتی، فشار فرهنگی مهم است. اثر شعارها و مطالبه‌های عمیق‌تر و هویتی‌تر می‌شوند که فقط اقتصادی هم نیستند. اگر یک زمانی شما شعارهای اقتصادی داشتید، همون سال 97 98 عرض کردم خدمتتون، الان دیگه فراتر رفته. همونطور که می‌بینید مثلا تو اعتراضی که توی خدمت شما عرض کنم، فکر کنم ایلام بود، ببین مردم میریزن، چقدر سطح شعور مردم بالا رفته، مردم میریزن داخل یک جایی که مثلا مواد غذایی داره، استفاده برای همه‌شو نابود میکنن. ولی ببین شما قسمت سعادت آباد رو نگاه کنید، یه فیلمی پخش شده که البته من لایو دارم نمیتونم اونو پخش بکنم چون تو بخش یوتیوب هستش، شما اینو نگاه کنید، مردم میریزن برای روغن، حالا مثلا بعضی طبقات، یعنی یه طبقه فقط به دنبال معیشته، یعنی اینکه پول فکر اندیشه نمیاره. پول شما حساب نکنید کسی که بالای شهر زندگی میکنه تو خیابون زعفرانیه و جردن و خدمت شما عرض کنم که الهیه و چناران، مرفهان بی‌درد اونجا زندگی میکنن، واقعا اونا اصلا حس نمیکنن این چیزها رو. خب حالا بحث رو به حاشیه زیاد نکشونیم. جنبش ها سریع شکل میگیرن، گاهی بسیار گسترده، شدیدتر، ولی ممکن است موقت باشن اگر راهبرد یا حمایت پایدار نداشته باشن. ببین من فقط اومدم این مطالب رو بگم، حالا این مطالب رو من جمع کردم، بحثم تغییر یا تحول نیست. من نمیخوام مثلا این نظام، ببین فعلا من خودم به این نتیجه نرسیدم که این نظام باید جدا بشه. اگر این نظام فکری به حال خودش نکنه، خب دلیل امیدواری و خستگی همزمان، جوانان انرژی و انگیزه تغییر دارند، ولی تجربه شکست‌های گذشته هم باعث می‌شود در عین اعتراض احساس ناامیدی هم داشته باشند. جامعه دوگانه می‌شود، پر جنب و جوش ولی آسیب‌پذیر. جمع‌بندی نگاه نسل جوان، می‌خواهم زندگی آزاد، عادلانه با فرصت‌های برابر داشته باشیم. دیگر نمی‌خواهیم سکوت کنیم یا صبر کنیم تا شرایط خودش بهتر شود. حالا من یه موضوع رو درباره این مطلبی که گفتم، واقعا واژه‌ها عمیقاً و دردناک بگم. ببین مردم خسته شدن، خسته فکری، ذهنی، اجتماعی، اقتصادی شدن. واقعا شما حساب کنید یک شخصی که کارگره، میدوه، کار میکنه، ولی هنوز نتونسته زندگیشو به یک معیار معمولی برسونه. نمیگم متوسط، معمولی یعنی چی؟ یعنی نتونسته که، یعنی هنوز داره میدوه ولی نمیرسه. خب فکر کنم من یه انیمیشن توی اینستاگرام دیده بودم، ببخشید، به یه انسان که انسان‌های زیادی بودن، پشتشون یه غذایی بس کرده بودن، در واقع میومد جلوی چشمشون و این میدوید که برسه به اون غذایه ولی نمیرسید و اسکلت میشد، دوباره میریخت، دوباره نفر بعد هی میدویدم. خب جامعه ما همین میشه. حالا بریم که حالا من نمیخوام، حالا میخوام ببینم چرا بعضی از اعتراضا فروکش میکنن و بعضی ها اتهام پیدا میکنن با نگاه به آینده. دلایل فروکش کردن اعتراضا، نبود رهبری مشخص یا مطالبه واحد. وقتی مردم فقط از شرایط ناراضی‌اند و ولی نمیدونن دقیقاً چه میخواهن، اعتراض پراکنده و کوتاه مدت میشود. مال همون سال 96 97 بوده. البته اعتراضات سال 88 باید عمیق‌تر بررسی بشه به نظر من، اصلا اون یه اعتراض جدا بوده. با هزینه بالا، سرکوب امنیت،
سکوبای امنیتی، بازداشت، مشکلات مالی باعث میشن در بسیار از افراد نتوانند ادامه دهند. پاسخهای مقطعی یا شعارگونه، وعده‌های کوتاه‌مدت یا تغییرات سطحی بخشی از نارضایتی‌ها را کم می‌کند. خستگی و فرسودگی اجتماعی، وقتی فشار طولانی می‌شود، انرژی مردم کاهش می‌یابد و اعتراضات کوتاه‌مدت می‌شوند. البته این مال سال 96 97 بوده، 98 بوده. ببین اینا انباشته شده رسیده به اینجا، ولی من این در واقع این مطالبی که میگم اصلا ربطی به این سال 1404 اعتراضات 1404 نداره. این اعتراضات معلوم نیست به کجا کشیده خواهد شد. دلایل ادامه اعتراضات، حالا مشکلات ساختاری و ریشه‌ای. اگر مشکلات اقتصادی حالا برمیگرده به نظام یا اجتماعی ادامه داشته باشد، مثل تورم، فساد، نابرابری، اعتراضات دوباره شکل میگیرد. دوباره شکل گرفته. ببین یه چیزی داریم تو بحث فلسفه بهش میگن تسلسل علت باطل است. بحث زنجیره رو میکنه. اون زنجیره، این موضوع ادامه داره، این موضوع ادامه دار خواهد بود. ببین نظام در یک طرف ایستاده و ملت در طرف دیگه و دائم داره اون اعتماد در واقع اون شاین وسط ترازوه. اون اعتماده یعنی کیفیت، اون در واقع کیفیت، اون اندازه اون اعتماده رو داره بررسی میکنه. اون داره وا میره به سمت مردم، داره میره. اون اعتماده داره از بین در واقع میره. مردم اون اعتماده رو دارن از دست میدن و این برای نظام خدمتتون عرض کنم که فوق‌العاده خطرناک خواهد بود. جرقه‌ها و اتفاقات محرک یک حادثه یا تصمیم ناعادلانه میتونه اعتراضات رو تازه را شعله‌ور کنه. مثل خدمت شما عرض کنم که زن زندگی آزادی، این موضوع به خدمت شما عرض کنم بحث زن زندگی آزادی اشاره داره. با کشتن اون خانم مهسا امینی باعث شد که دوباره اعتراضات بشه، هرچند که با فشارهای امنیتی و حالا سیاسی بود خاموش شد. ولی حالا رسیدیم به اینجا. شبکه‌های اجتماعی و جمع‌آوری حمایت، جوانان سریع اخبار رو پخش می‌کنن و حمایت‌ها جمع می‌شود، بنابراین اعتراضات طولانی‌تر می‌شود. خب اینجا نظام به چه فکری، یعنی ببینید نظام‌هایی که نمیخوام از این واژه استفاده کنم، ولی نظام‌های استبدادی دوست دارم زود به نتیجه برسن، از هر فرصتی استفاده میکنن. بنابراین چیکار میکنن؟ میان اینترنت رو قطع میکنن. خب به هر حال میخوام به هدفشون برسن. خاص تغییر واقعی و ملموس، وقتی مطالبه ها روشن و متحد میشن، حتی با سرکوب بخشی از مردم ادامه میدن. اما نگاه آینده، جامعه‌ای که هم فشار اقتصادی دارد، هم محدودیت اجتماعی، هم بی‌اعتمادی به نهادها، احتمالاً چرخی از اعتراضات موقت دوباره شکل‌گیری آن را تجربه می‌کند. نسل جوان انرژی دارد، اما نیاز به کانال‌های قانونی، تغییرهای ساختاری، مطالبه متحد دارد تا اعتراضات تأثیر واقعی داشته باشد. اما جمعی هم درباره حالا این بحث‌ها بکنیم. دوستان ببینید بحث‌ها واقعاً زیاده. من بخوام مثلا دونه دونه این بحثو نیاز داره که یه برنامه جدا بذارم که حتما این کارو خواهم کرد. اما حالا جمع‌بندی رو بکنیم. اعتراضات نتیجه فشار اقتصادی، بی‌عدالتی، محدودیت اجتماعی، ناامیدی هستند. نسل جوان نگاهی متفاوت دارد، میخواهند سریعتر و گسترده‌تر تغییر یابند. چرخه اعتراضات به شدت مشکلات و توان مردم را برای ادامه دادن وابسته است. خب این بحث رو تا اینجا من خدمت شما عرض کنم دوستان بحث کردیم. ببین من ساعت‌ها نشستم، واقعیتش اومدم، میدونید که اول اومدم مطالبات، اون بحث‌های، اون فشارهایی که بودی همه رو برداشتم دسته‌بندی کردم و رسیدیم خدمت شما عرض کنم به اینجا. اما بحثی که وجود داره خدمت شما عرض کنم که نظام باید به نظر من تغییر رویه بده. تغییر رویه یعنی چی؟ یعنی خدمت شما عرض کنم که بیاد، به نظرم راه نجات نظام تعامل با دنیاست. ببینید نمیتونید شما در داخل
خدمتتون عرض کنم که من یه مثال ساده میزنم. شما نمیتونید داخل یه آپارتمان زندگی کنید ولی با همه جنگ و دعوا داشته باشید. نمیتونید بگید. این مثال ساده است واقعا. یعنی اینو باید خدمت شما عرض کنم که نظام درک کنه. خدمتتون عرض کنم که رسیدیم به اینجا که شما نمیتونید بگید که آقا من توی واحد یه مجتمع زندگی میکنم، مجتمع 1000 واحدی مثلا. نمیتونید بگید من جدام. نمیتونید با همه اختلاف داشته باشید. وقتی شما با همه اختلاف دارید یعنی مشکل شما باید مشکلات خودتون رو با خودتون اول حل بکنید. ببینید تو بحث سیاست خارجی چه مشکلاتی دارید. چون اگر بخواید شما با دنیا تعامل کنید باید اول سیاست خارجیتون رو در واقع یه سری تغییرات بدید. ببینید با زور در دنیای امروز شما نمیتونید زیاد دوام بیارید. من واقعا نمیدونم در واقع چجوری عرض بکنم خدمت اونایی که هستن تو رأس نظام هستن. یه خورده البته من عرض میکنم تو بحث اختلافاتی که تو مذاکراتی که با آمریکا بود و جنگ 12 روزه‌ای که اسرائیل و همچنین آمریکا حمله ور شدن به ایران، خدمت رو عرض کنم که حالا من بازم نمیدونم دقیقاً دلیل حمله آمریکا و اسرائیل به ایران چه بوده. چرا زمانی که ایران وارد مذاکره با آمریکا میشه از اون ور خدمت شما تون اسرائیل به ایران حمله ور میشه. خب حالا یه بحثی دیگه داریم تو بحث جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی. ببینید شما پروپاگاندای زیادی فروختین به ملت. شما گفتیم ما قدرت نظامی داریم، ما موشک داریم، ما ادوات نظامی زیادی داریم، ولی نتونستید مقابله بکنید. ببینید در واقع دنیای امروز به این موضوع پی برده. اسرائیل هم به این موضوع نقطه ضعف شما رو درک کرده. شما نمیتونید از این موضوع خارج بشید و در حال حاضر در حال جنگ با مردم خودتون هستید. موضوعش چیه؟ موضوع اعتراضات به معیشت، آزادی‌های فردی. به نظرم مهمترین موضوعه. دو تا موضوع، یک آزادی و معیشت، که این موضوع باید توسط حالا اونایی که تو رأس نظام و رئیس جمهور بررسی بشه، ببینه که اوضاع خدمتتون عرض کنم که بر چه منوالی خواهد بود. آیا شما میخواین یعنی همینجوری ادامه بدید مثل شخصی هستید که حالا مثلا دارم یه آدمی که اصلا به آینده فکر نمیکنه. شما حتی یه معتاد رو اگه تو خیابون ببینید داره میدوه، داره میدوه، اون داره به آیندهش فکر میکنه که مواد، حالا کار ندارم کارش درسته یا غلطه، اون میخواد ببینه که آقا مواد رو من چجوری تعیین کنم، خب برم ضایعات جمع کنم. یا خدمت رو عرض کنم که حالا نمیخوام مثال دیگه بدم، حالا ببینید حتی حیوانات هم برای خودشون یه آینده نگری میکنن. ببینید مثلا مورچه میاد خدمت رو عرض کنم که میاد ذخیره میکنه مواد غذایی رو. این یعنی چی؟ یعنی شما فکر نمی کنید؟ آیا خدمت شما عرض کنم که با نابود کردن جامعهتون میخوایم به چی برسیم؟ به بقا؟ این در واقع نابودیه. به نظر من نابودیه. به نظر منی که در واقع کارشناس جامعه شناسی هستم، نابودیه و آینده از آن شما نخواهد بود. آینده از آن شما نخواهد بود. شما همه چی رو نمیتونی با خدمت شما عرض کنم که نیروی نظامی حل کنی. ببینید زمانی که من میخوام یک دیوار رو خراب کنم، دیواری که فرسوده است، درست، دیوار خراب کنم، ولی خراب کردنم خودش یک برنامه‌ای میخواد. اگر اون دیوار بریزه رو سر یه شخص دیگه، یه اتفاقی بیفته، امکان داره برای خودت هم یه اتفاق بیفته. خب باید برنامه داشته باشید. اینجوری نیست که شما بیاین ملت رو نابود کنید، جامعه رو نابود کنید. حالا یه سری افراد هم هستن واقعا تو یوتیوب من میبینم واقعا اصلا فکر نمی کنن، یه سری حرفایی رو میزنن از داخل همین خود نظام که اصلا هیچ منطقی نداره. حالا به نظر من 38 دقیقه
داخل لایف صحبت کردم. حالا اگه بخوام خدمتتون عرض کنم که بیشتر در مورد این موضوع صحبت کنم، میرسیم که ببینیم به چه موضوعی میرسیم. من در واقع یه مطلبی رو سرچ کردم با عنوان اعتراضات سیاسی ایران. حالا خدمتتون عرض کنم که ما بتونیم این مطالب رو خدمتتون عرض کنیم. خب ما یه سری اعتراضات سیاسی در ایران داشتیم که ریشه‌های گسترده اجتماعی، اقتصادی، حالا سیاسی داشته، در دوره‌های مختلفی شکل‌های متفاوتی به خود گرفته، به طوری که دلایل اعتراضات سیاسی در ایران میتواند شامل موارد زیر باشد: محدودیت‌های سیاسی و حقوق شهروندی. شامل چه مواردی میشه؟ محدود بودن آزادی بیان، تجمعات مسالمت‌آمیز، اعتراض به بازداشت فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، محدودیت‌های مربوط به انتخابات و نگرانی درباره شفافیت و رقابت‌های سیاسی، وضعیت اقتصادی و نابرابری. وضعیت اقتصادی نابرابری در واقع بخش دوم این موضوع هست که شامل مطالب زیر میشه: افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، بیکاری بالا به ویژه در بین جوانان تحصیل کرده، گرانی کالای اساسی و خدمات عمومی، فساد و ناکارآمدی دولت. در واقع بخشی از من نمیدونم، خدمت شما عرض کنم که تو بحث مثلا دارم بهتون میگم، تو بحث انتخابات ریاست جمهوری مثل چنگ و دندون با هم دارن میجنگن. اصلا نه برنامه دارن، فقط مثل آقای پزشکیان فقط میخواسته بهش برسه، حالا به هر طریقی که شده. حالا کار نداریم که هر حرفی زده دروغ بوده. واقعا متاسفم برای این شخص. حالا فساد، ناکارآمدی دولت. تو که دولتی، تو که هیچ چیزی بلد نیستی، حتی نتونستی هیچ چیز رو مدیریت کنی. یعنی اومدی وارد گود شدی، دیدی که آقا اینجوریه، آقا بیا استعفا بده، بیا برو دنبال کار دیگه. آقا بیاد اینجا نهج البلاغه میخونه، من نمیدونم قرآن میخونه، من فلانم، من بسیار تسبیحم دستش میگیره. اصلا طرف درک و شعور نداره، درک و شعور و فهم نداره. حالا جانم نه، من این قفساشو گذاشته بودم. آره